بعد از 2 سال جنگ بیوقفه بالاخره اسرائیل و حماس به یه توافق آتش‌بس رسیدن. چند روز پیش توی یه کنفرانس توی مصر دولت نتانیاهو و رهبران حماس سلسله‌ای از توافقات کلیدی رو امضا کردن که قراره به درگیری‌ها پایان بده و شاید راه رو برای صلح پایدار توی خاورمیانه باز کنه. بر اساس این توافق قرار شد که نیروهای اسرائیلی از یه بخش بزرگی از غزه عقب نشینی کنن و در مقابل حماس آخرین گروه از گروگان‌های اسرائیلی رو زنده یا مرده آزاد کنه و از طرف دیگه همزمان کمک‌های بشردوستانه از سمت کشورهای دیگه بعد از مدت‌ها به منطقه‌ای برسه که مردمش به طرز وحشتناکی بهش نیاز دارن. اما همین آتش‌بس هم به طرز خیلی فاجعه باری شکست، بعد دوباره اجرا شد، ولی هر زمان ممکنه که دوباره شکسته بشه. اما واقعیت ماجرا چیه؟ تو این ویدیو میخوام به زبون خیلی ساده توضیح بدم که اصلا چه اتفاقی تو غزه افتاد، چه جوری شروع شد، نقش ایران این وسط چیه و کلا چه اتفاقی داره میفته. تو این ویدیو نمیخوام خیلی به تاریخ برگردم، ولی بعد از دیدن این ویدیو هیچ سوال بی جوابی در رابطه با اسرائیل، حماس، غزه، فلسطین و کلا اتفاقاتی که داره میفته توی ذهنتون باقی نمیمونه. جنگ اسرائیل و حماس یکی از بزرگترین اتفاقاتیه که نسل ما تجربه کرده و خیلی موضوع به ما مربوطه. در ادامه متوجه میشین چرا. پیشنهاد میکنم که حتما تا آخرشو ببینید. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. اولین چیزی که باید در رابطه با این مسئله بدونیم اینه که برعکس چیزی که خیلی از رسانه‌های غربی میگن، همه چی از 7 اکتبر شروع نشد. قضیه مال خیلی قبل‌تره. الان توضیح خیلی کلی میدم، ولی بعداً تو ویدیویی که میخوام در رابطه با پیدایش اسرائیل و تأسیسش درست کنم، به طور کامل بررسی میکنم. بعد از جنگ جهانی دوم و همون ماجرای هولوکاست، یهودی‌ها آواره شده بودن. همه جای دنیا پخش و پلا شده بودن. ضربه خیلی بزرگی خورده بودن. بعد یه جوی افتاده بود توی جهان، تو همه جوامع، که همه خیلی دلسوزی میکردن برای اینا. بعد بر اساس یه سری مبادلات مالی که بین خاندان روتشیلد با دولت بریتانیا انجام شده بود، این بریتانیا اومد گفتش که خب ما یه سرزمینی، یه جایی تعیین میکنیم که این یهودی‌ها از همه جای دنیا جمع بشن و برن اونجا برای خودشون این بنده خدای زندگی آروم داشته باشن، آواره نباشن این ور اون ور. اصلا قرار نبود یک کشور تشکیل بدن. قرار بود بر اساس چیزی که خود بریتانیا گفته بود توی بیانیه بالفور که این یهودی‌ها جمع بشن یه جا و یه خانه ملی برای خودشون تشکیل بدن. کسی هم کاری به کارشون نداشته باشه، تو امنیت زندگیشون رو بکنن. اینا هم به کسی کاری نداشته باشن. یه سری جاها مد نظر بود، مثلا یکی جا تو آرژانتین بود، ولی به خاطر مسائل مذهبی و اون احساس تعلقی که یهودی از نظر تاریخی به سرزمین فلسطین داشتن، تصمیم بر این گرفته شد که برن اونجا. اونجا یه مکان مقدس برای مسلمونا، مسیحیا و یهودیاست. بعد این سرزمینا اون موقع بریتانیا از امپراتوری عثمانی گرفته بودشون و این تحت کنترل اونا بود. بعد اینا همه فرستاده شدن اونجا برای اینکه، تاکید میکنم چون خیلی مهمه، یه خانه ملی برای یهودی‌ها تشکیل بشه. همه چی از بیرون به نظر عادی بود، ولی یه مشکل اساسی وجود داشت. اینجایی که این یهودی‌ها رو فرستاده بودن، یه سری‌ها زندگی میکردن. خونه زندگی یه سری مردم بود، مردم فلسطین، عرب و مسلمون. بعد اینا پول خیلی کلانی پشتشون بود، پول خاندان روتشیلد. من قبلا تو جاهای دیگه تو سالهای گذشته خیلی در موردش صحبت کرده بودم، اگه دیده باشین. بعدن یه مستند کامل در موردش دوباره درست میکنم. این خاندان روتشیلد اومدن شروع کردن به ساخت و ساز توی این سرزمینای فلسطین. حتی تو اون قولی که دولت بریتانیا داده بود به خاندان روتشیلد که ما اینجا رو برای شما تامین میکنیم که برین توش خانه ملی درست کنین، یکی از شرطاش این بود که شما به مردم فلسطین کاری نداشته باشین و مزاحمتی برای اونها ایجاد نکنین، نارضایتی ایجاد نشه. خلاصه اینا رفتن توی فلسطین و شروع کردن با اون پول کلون به ساخت و ساز.
برای خودشون مدرسه ساختن، دانشگاه، بیمارستان و خیلی چیزهای دیگه. اومدن خونه ها رو خریدن، چون یهودی از همه جای دنیا اومدن دیگه. با خودشون گفتن که اینجا دیگه خونه‌مونه دیگه، ما دیگه از آوارگی در اومدیم. با پولاشون اومدن کلی خونه خریدن، سرمایه‌گذاری‌های کلون کردن. بعد حالا همیشه یه بعدی از ماجرا چیزیه که ما از بیرون می‌بینیم وقتی تاریخو می‌خونیم، ولی یه بخش مهمش اون زندگی روزمره‌ایه که این مردم فلسطین تو اون روزا داشتن. خیلیاشون میگن طوری شده بود که یهودی‌ها یه جاهایی رو اصلا کامل اشغال کرده بودن. تو یه سری از جاهایی که مال خودشون بود اصلا دیگه مردم فلسطین راه نمیدادن. مثلا میومدن یه سری خونه تو یه کوچه می‌خریدن و دیگه مسلمونا و عربا رو توی اون کوچه یا تو اون خیابون راه نمیدادن. خیلی زورگویی‌ها شروع شد. بعد یه مدت شروع کردن یه نیروی نظامی تشکیل دادن، ارتش تشکیل دادن و کلا خیلی فشار زیادی به مردم فلسطین می آوردن. بعد این موضوع باعث شده بود که صدای مسلمان‌ها حسابی در اومده بود. همینجا بود که کشورهای عرب اطراف گفتن که مثلا یعنی چی، چه معنی داره، برای چی دارن این کارو میکنن، چرا دارن زور میگن به برادران ما توی فلسطین. اینا اومدن با همدیگه جنگیدن، کشورهای عرب با اسرائیل. ولی از اونجایی که پشتشون خیلی پر بود، یعنی هم دولت‌های بزرگ پشتشون بودن، هم افراد خیلی پرنفوذ هواشون رو داشتن، اسرائیل اومد کل جهان عرب رو تو این جنگ شکست داد. بعد اینجا سازمان ملل اومد گفتش که نه، اینطوری نمیشه. ما برای اینکه این موضوع رو حل کنیم میایم یه نقشه‌ای میدیم و بر اساس این نقشه‌ای که الان براتون اینجا میذارم یه سری از مناطق برای اسرائیل باشه به طور رسمی، یه سری از مناطق برای مردم فلسطین و بقیه جاهایی که میمونه به عنوان مناطق بین‌المللی شناخته بشن. ولی همینه هم یه مشکل بزرگی توش بود. اون درصدی که بر اساس این نقشه به اسرائیل اختصاص داده شده بود خیلی بیشتر از اون بخشایی بود که برای مردم فلسطین بود. اینا همش سر این مسائل با هم دیگه می‌جنگیدن. چند تا جنگ خیلی بزرگ با هم داشتن، یه جنگ 6 روزه خیلی معروف داشتن. ولی حالا الان نمیخوام وارد جزئیات اون جنگا بشم به خاطر اینکه خیلی به موضوع این ویدیو شاید مربوط نباشه. این وسط این درگیری‌ها همینجوری ادامه داشت. بعد مثلا همین نقشه سازمان ملل که اومد، این باعث شد که فلسطینی‌ها مجبور شدن که از تمام جاهایی که بر اساس اون نقشه و به گفته سازمان ملل برای اسرائیل بود خونه‌هاشون رو ترک کنن و برن. نه اینکه پولی بگیرن و همینجوری خالی کنن برن، جایی نداشتن برن. تو یکی از همین موج‌ها که بهش میگن النکبا یا روز فاجعه 700,000 فلسطینی آواره شدن. بعد اینا میومدن جاهایی که میگرفتن و با بولدوزر از روی خونه‌ها رد میشدن، همه رو با خاک یکی میکردن و شروع میکردن توش به شهرک سازی. مردمی که اونجا بودن هم خب آواره میشدن دیگه. همین مسائل باعث شد که هی دشمنی‌های شدیدتر بینشون به وجود اومد. و حالا تصور کنید مثلا دو تا گروه، دو تا قشر اینقدر از همدیگه متنفرن ولی دارن تو شکم هم زندگی میکنن. مثلا این خیابون متعلق به اسرائیل، این یکی خیابون متعلق به فلسطینه. بعد یه سری جا هستن که اصلا مشترکن، مثلا تو یه ساختمون دارن کنار هم زندگی میکنن، هر دوشون هم نیروهای نظامی خودشون دارن. بعد دو تا جای اصلی برای فلسطین مونده بود، یه دونه وست بانک که همون کرانه باختری میشه، همین جایی که هم دارین میبینین، و یه دونه هم که این طرفه غزه. توی همین مقامات فلسطین دو تا سازمان اصلی وجود داشت، یه دونه اسمش بود سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO و یه دونه حماس، و اینا خودشون با هم دیگه تو جنگ بودن. مثلا یه بار یه رفراندوم برگزار شد سر اینکه کدومشون بالاخره حاکم فلسطین باشن. بعد سر نتیجه اون رفراندوم اینا با هم دیگه کلی جنگیدن. بعد مشکلات رو با هم گذاشتن کنار. اون وست بانک یا همون کرانه باختری و PLO کنترل میکرد و حماس تقریبا غزه رو کنترل میکرد. بعد اسرائیل غزه رو کامل تحت محاصره داشت، یعنی آب، غذا، پول، هر چیزی که میخواست به غزه برسه کامل تحت کنترل اسرائیل بود. یه خودتون تصور کنید که تو روزمره چه حجم مشکلاتی با هم دیگه داشتن. تصور کنید با این همه نفرت کنار هم زندگی میکردن. تو دل این منطقه یه نفرتی داشت میجوشید. بعد رسیدیم به 7 اکتبر. قبل از 7 اکتبر این یه چیزیه که من خیلی کم میبینم رسانه‌ها بهش اشاره کنن. یه سری از گروه‌های آمریکایی، آلمانی و یه سری از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه بارها به اسرائیل هشدار داده بودن که حماس میخواد یه حمله بزرگ علیه اسرائیل انجام بده. ولی خب اینا یا فقط در ظاهر یا واقعاً
حماس رو خیلی جدی نمیگرفتن، میگفتن نه بابا اصلا حماس به این حرفا نمیخوره، عددی نیست که بیاد به ما حمله کنه. بعد یه فستیوال موسیقی در حال برگزاری بود تو اسرائیل، اینا یه عیدی دارن به اسم سکوت و دقیقا تو همون موقع یه فستیوال در حال برگزاری بود که خیلی توریست از همه جای دنیا اومده بودن اونجا که تو اون فستیوال شرکت کنن. بعد 7 اکتبر صبح خیلی زود نیروهای حماس از چند جبهه مختلف زمینی و دریایی وارد اسرائیل شدن، شروع کردن به تیراندازی و کلی آدمو یا کشتن یا به گروگان گرفتن. یه فاجعه خیلی بدی اتفاق افتاد، یعنی یه چیزی بود در حد این فیلم‌های آخرالزمانی. ولی چند تا نکته خیلی جالب در رابطه با اون روز هست. یکی از مسائل خیلی جالب شکلی که اومدن بود، با قایق‌های بادی و با پاراگلایدر، با چتر نجات اومدن. این خیلی چیز عجیبی بود. بعد از زمانی که رفتن توی اسرائیل و حمله شروع شد چند ساعت طول کشید تا ارتش اسرائیل بتونه خودش رو پیدا کنه، حداقل در ظاهر، و بفهمه که چی شده که بتونه باشون مقابله کنه. که خود اینم یه ذره مشکوکه. مگه میشه ارتش اسرائیل که یکی از قدرتمندترین ارتشای دنیاست چند ساعت طول بکشه تا فقط بتونه شروع کنه به دفاع کردن از خودش؟ بعد از طرف دیگه سازمان موساد که میتونه نیروهای آلمان نازی رو اون سر دنیا از آرژانتین پیدا کنه، میتونه اسماعیل هنیه رو تو اتاق هتلش توی تهران ترور کنه، میتونه با اون عملیات پیجر کل دنیا رو شوکه کنه و کارهای اینقدر عجیب و غریب میتونه انجام بده، یعنی نتونسته بفهمه که حماس میخواد حمله کنه بهشون؟ بعد دقیقاً چرا باید این اتفاق زمانی بیفته که فستیوال بزرگ داره برگزار میشه و تمام دنیا همه شهرونداشون اونجا؟ یه ذره فکر کنید، شهروندای آمریکایی، اروپایی، بریتانیایی، کانادایی، تعداد زیادیشون اونجان و اگر این حمله اتفاق بیفته خب خیلی بیشتر احساسات این کشورها تحریک میشه و پشت اسرائیل وای میستن. بیشتر از این دیگه نمیخوام بگم، فکر کنم به اندازه کافی گفتم و متوجه شدین چی میخوام بگم. اسرائیل اومد در جواب به این حمله حماس که به نظر من خیلی کار احمقانه‌ای بود، اومد گفتش که جنگ شروع شده و ما روزگارتون رو سیاه میکنیم. شروع شد، طوری به غزه حمله کرد به مدت 2 سال، بلایی سر غزه آورد که این وضعیت غزه است، هیچ چیزی ازش باقی نمونده. حالا چند تا بعد مهم داره این جنگ. اولش خیلی از کشورهای دنیا اومدن پشت اسرائیل وایسادن، گفتن که آره حماس یه اقدام تروریستی انجام داده، هر طور شده باید جلوشون بگیریم و نابودشون کنیم. ولی یه ذره که گذشت قضیه عوض شد. دیگه فقط این نبود که اسرائیل داره حماس رو میزنه، دیگه داشت مردم عادی رو میزد. تقریبا تمام آدمایی که میزد مردم عادی غزه بودن. مثلا میومد یه مدرسه رو میزد، مدرسه‌ای که بچه‌ها سر کلاس یا توی زنگ تفریح بودن، همه میمردن. میومد یه بیمارستان رو میزد، کادر درمان، مریضا همه اونجا میمردن. بهونه‌ش هم همش این بود که اون زیر حماس اومده تونل زده، اونجا پایگاه داره، تسلیحات نظامیش اونجا نگه می‌داره. بعد یه سری از سازمان‌های بین‌المللی تونستن به زور و هزار دنگ و فنگ برن اونجا و تحقیقات انجام بدن که متوجه شدن هیچ خبری از چیزی که بخواد اون ادعای اسرائیل رو تایید کنه اون زیر نبود. بعد این حملات ادامه داشت، هی شدیدتر شد، هی فیلم‌های بیشتری میومد بیرون، بیمارستان، مدرسه، مناطق مسکونی، خیلی دیگه اوضاع از کنترل خارج شده بود. به جایی رسید که اسرائیل دیگه اجازه ورود آب، غذا و کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی رو به داخل غزه نمیداد. تعداد خیلی زیادیشون از گرسنگی مردن که خیلی هاشون بچه بودن، ولی زیر بار نمیرفت. میگفتش که نه ما میذاریم این کمک ها بیاد، ولی زمانی که میره توی غزه حماس میاد همشو مصادره میکنه، خوباشو برای خودش برمیداره، بعد بقیهشو به قیمت خیلی بالا میفروشه به مردم غزه و با پولش میره برای خودش سلاح میخره. بعد میاد یا به ما حمله میکنه یا در مقابل حملات ما از خودش دفاع میکنه. بعد خب این خبرگزاری‌ها میومدن میگفتن که خب بذار ما بیایم در مورد این مسئله تحقیق کنیم ببینیم قضیه چیه، ولی راشون نمیداد. هیچ کدوم از خبرنگارا رو بجز اونایی که طرفدار اسرائیل بودن راه نمیداد داخل غزه. بیشترین تعداد خبرنگارایی که تا الان کشته شدن توی همین 2 سال و توی غزه بوده. مثلا یه بار اومد از یه تاکتیکی استفاده کرد به اسم حمله 2 نقطه‌ای. اومد پشت یه بیمارستان رو زد، یه جایی که منطقه مسکونی بود. و چند دقیقه بعد که نیروهای امداد و خبرنگارا جمع شدن که ببینن چی شده و کمک کنن، دقیقاً همون نقطه رو با شدت بیشتر زد
و همشون مردن. خیلی اتفاقات بدی داشت میافتاد. یه سری از پزشکا که داوطلبانه رفته بودن غزه، بعدها که برگشتن و مصاحبه کردن و گفتن که چیا دیدن، یه چیزایی میگفتن که دنیا مات و مبهوت مونده بود. همه مونده بودن که اصلا یعنی چی این؟ عملا نسل کشیه. اما خب اسرائیل کلا منکرش میشد. بعد یه ناوگان کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به طور داوطلبانه قرار شد که برن سمت غزه که هم کمک‌ها رو ببرن هم ببینن قضیه چیه. به محض اینکه نزدیک منطقه شدن، نیروی دریایی اسرائیل محاصرهشون کردن، تمام کمک‌هایی که برده بودن مصادره شد و سرنشینان کشتی‌ها بازداشت، بازجویی و دیپورت شدن. زمانی که دوران ریاست جمهوری بایدن تموم شد و انتخابات تو آمریکا برگزار شد، خیلیا به این دلیل به ترامپ رأی دادن و عضو کمپین شدن. مثلا افرادی مثل جو روگن یا اندرو تیت، افرادی که توی شبکه‌های اجتماعی خیلی نفوذ دارن، طرفدار زیادی دارن. دلیلشون این بود که با خودشون منطقشون این بود که اگر ترامپ بیاد، این کمک‌های بی‌رویه به اسرائیل قطع میشه. اینا همشون مخالف اسرائیل بودن که طرفدار ترامپ بودن. بعد با خودشون اینجوری بودن که این موضوع که کمک‌های آمریکا به اسرائیل قطع بشه میتونه باعث این بشه که جنگ تموم بشه. اما اصلا اینطوری نشد. از زمانی که ترامپ اومد تاکید کرد که به اسرائیل وفاداره و نه تنها کمک‌ها قطع نشد بلکه بیشتر هم شد. بعد به جایی رسید که طرفداران سرسخت اسرائیل مثل پیرس مورگان و خیلی از افراد دیگه بر علیهش شدن و گفتن که دیگه داری خیلی زیاده روی میکنی و همین موضوع باعث شد که خیلی از طرفداران ترامپ هم بر علیهش شدن. تظاهرات‌های میلیونی تو همه جای دنیا راه افتاد برای اینکه این جنگ تموم بشه. ولی خب عملاً دنیا کار خاصی انجام نداد. حتی دادگاه لاهه حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صادر کرد به جرم جنایت جنگی. ولی خب آمریکا اومد اونجا رو هم تحریم کرد، تا اینکه ترامپ بالاخره اومد گفتش که ما داریم تلاش میکنیم جنگ توی غزه رو تموم کنیم و صلح ایجاد کنیم. البته صلح به روش آمریکا دیگه، صلح با شمشیر یا همون صلح از طریق جنگ، چیزی که خود ترامپ میگه. این اومد حماس رو تهدید کرد و گفتش که اگر به چیزایی که ما میگیم پایبند نباشین، ما خودمون وارد عمل میشیم و نابودتون میکنیم. اونا مجبور شدن، تو روی آمریکا نمیتونن وایسن که. الان در حال حاضر هر دو طرف قبول کردن که این آتش بس انجام بشه، برقرار بمونه و فعلا الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم بهش متحدن. حالا اسرائیل معتقده که ایران پشت حماس بوده از روز اول و حتی حملات 7 اکتبر هم با هماهنگی ایران و با دستور ایران انجام شده. ولی خب هیچ مدرکی مبنی بر تایید این موضوع وجود نداره. حتی ایران بارها به طور رسمی گفته که ما هیچ دخالتی توی این موضوع نداشتیم و اصلا به ما ربطی نداشته. این فقط فاز اول یا آتش بسه، توافق صلح نیست. یعنی هر لحظه ممکنه اصلا بپاشه. حتی ممکنه قبل از اینکه این ویدیو منتشر بشه و شما بخواید ببینیدش دوباره جنگ شروع شده باشه. هیچ کدوم از دو طرف هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که بتونن دوباره به هم دیگه اعتماد کنن. هم حماس و هم اسرائیل انگیزه هایی دارن که ممکنه این آتش‌بس رو قربانی کنن. مثلا از سمت حماس بیایم قضیه رو ببینیم. این گروگانایی که داشت تنها اهرم فشار واقعیش بود، ولی الان همشون آزاد شدن و چیزی برای معامله باقی نمونده. بیشتر از همیشه آسیب پذیرن. یعنی این دفعه اگر دوباره اسرائیل تصمیم بگیره که به غزه یا به حماس حمله کنه، اینا دیگه ابزاری برای مذاکره جدید ندارن. از طرف دیگه یه موضوع خیلی مهم اینه که حماس هیچ تعهدی به خلع سلاح نداده و یکی از مهمترین شروط آمریکا و اسرائیله و این همون جاییه که همه چی میتونه خراب بشه. ولی خطر بزرگتر از داخل غزه نمیاد، از توی خود اسرائیل میاد. سرنوشت آتش بس تا حد خیلی زیادی به نتانیاهو بستگی داره. انتخابات اسرائیل تا اکتبر 2026 باید برگزار بشه، شاید حتی زودتر. زمانی که برگزار بشه احتمالاً نتانیاهو دیگه رأی نمیاره و برای اینکه این انتخابات برگزار نشه احتمالش خیلی زیاده که جنگو ادامه بده. یه ابزار خیلی خوب برای موندن سر قدرته. یه مشکل مهم دیگه اینه که اصلی ترین افراد دولت نتانیاهو خودشون اصلا موافق این آتش‌بس نیستن. مثلا بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل گفته که ما از آزادی گروگانا خوشحالیم، ولی به معنی پایان جنگ نیست و ما باید به طور کامل
حماس رو نابود کنیم، یا مثلا وزیر امنیت داخلی ایتامار بنگویر تهدید کرده که اگر حماس از بین نره ما دولت اسرائیل رو از بین میبریم. این آدم میشه گفت دست راست نتانیاهوه. الان نتانیاهو توی 2 تا جبهه گیر افتاده. از یه طرف فشارهای بین‌المللی برای رسیدن به صلح و از یه طرف دیگه متحدان داخلی خودش که فقط ادامه جنگ و نابودی حماس و خلع سلاح غزه رو قبول دارن. اما این پایان ماجرا نیست. یه بخش این ماجرا هست که به ما خیلی مربوطه. هر وقت تا الان آتش بسی توی غزه برقرار شده، تمرکز نتانیاهو به سمت ایران یا گروه‌های نزدیک به ایران رفته. خیلی‌ها معتقدن که این بار هم احتمال داره همین اتفاق بیفته. یعنی اگر توی غزه صلح به وجود بیاد، اسرائیل یه درگیری جدید با ایران شروع میکنه. به قول خودشون صلح غزه آرامش قبل از طوفانه، به خاطر اینکه برای نتانیاهو ادامه جنگ ممکنه تنها راه ممکن برای موندن توی قدرت و فرار از دادگاه باشه و اینجا همون نقطه‌ایه که خاورمیانه میتونه دوباره شعله‌ور بشه، جایی که یه آتش‌بس محلی میتونه تبدیل بشه به آغاز کننده یه جنگ خیلی بزرگ. من تو ویدیوی قبلی درباره وضعیت فعلی ایران و اسرائیل و شرایط حال حاضر صحبت کردم و اینکه چه سناریوهایی محتمله. اگر ندیدین حتما ببینین، به خاطر اینکه یکی از مهمترین ویدیوهای این چنله و هر آپدیتی که در رابطه با این مسائل پیش بیاد تو سریعترین زمان ممکن تو کانال تلگرام کاورش میکنم. آیدیشو اینجا میذارم، توی تلگرام سرچ کنید میتونین پیداش کنین. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون جنگ توی غزه ادامه پیدا میکنه یا اونجا آتش‌بس ادامه دار خواهد بود و جنگ با ایران شروع میشه، یا اصلا هیچ کدوم؟ هر دو تو آتش‌بس میمونن و دولت نتانیاهو سقوط میکنه. حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. دوست دارم تحلیلاتون رو بدونم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. تا ویدیو بعدی، فعلا.